نام خدا و عرض سلام احترام به خدمت شما بینندگان عزیز کانال زیبایی‌های افغانستان. خوشحالیم که یک روز دیگری الله پاک ما توفیق داد که به خدمت شما باشیم. دوستای خوب، به فرمایش شما آمدیم به ناگوان که اینجا ناگوان بسیار یک جای زیبای دیدنیه. میریم سعی کنیم که رسم و رواج، کاروبار، عنعنات مردم رو به تصویر میکشیم. از شما خواهشمندیم که تا آخر برنامه همراه ما باشیم. تشکری میکنیم از شما که کانال حمایت میکنیم، لایک میکنیم، شیر میکنیم، سابسکرایب میکنیم. دوستا بیشترتر ما حمایت کنیم که به جای بیتر و دیدنیتر بریم به خدمت شما به نشر برسونیم. همراه ما باشیم، برنامه ادامه داره. سلام علیکم. مونده نباشیم کاکا. شته هستیم، بخیریم، صحتمندیم. اول شما خوبه؟ جان شما جوره؟ بخیریم، سلامت باشین. چه کار میکنین؟ کار بیکاریه. خب مثلا بلوک میزنیم برا. بلوکات شما زدیم ها؟ بله ها. خب اینا خود شما یا به مردم؟ بله خود منه. اینا برای چی مایین؟ ما باید این دوال کنیم. خب این زمین ما این دو تقسیم. خب از کجا مثلا حق شما نه؟ از زمین بلوکا بزی برای حقمان و بزی برای از همسایه مانه. از همسایه. این زمین رو بخریدین؟ بله ها. به چند استادین کاکا می؟ این نصف زیر به دونیم. نصف به دونیم. بله ها. چند میشه متراژی؟ 500 متر. خوبه دیگه، مفت کاکا. بفرد 500 متر زمین به 2.5 لک مفت نیست. ما وقتا خریدیم. چند سال پیش؟ 7 سال. 7 سال پیش هم فکر کنم ارزون خریدیم. ارزون خریدیم. آه دیگه به 2.5 لک واله نمیدم یک زمین. خب اینجا که خاک نیه کاکا، اینا ریگ خاکا را جای آوردیم. اینا دیگه سنگ داره. ما میتونه بله ها دیگه اینا وقتا بیارده بدیم حالی باز میکنیم. از جلوه بیاردیم اینجا کت بدیم حاله. بله حال با بلوک. خب بسیار خوب. خونه ما این بندازیم یا نه چردی ولی میکنیم؟ نه میچردی ولی میکنیم. خب خونه شما کجاه؟ همین دیگه همین خونه از ما. خوبه دیگه، اینجا خوب زندگی برابری داریم. بله ها مهربونی خدا خوبه. خوب هوا فکر کنم اینجا کولر هم نماین دیگه، نیاز نیست دیگه. شمال اینجا میگم شوام خونه خوب بود. شو خونه خوب ولی بگاره مال خوب بپوشید. راست میگی. بسیار تشکر. ما این خود شما کمک کنم. یاری شما برو. حقیقت. نه جان شما جو. سلامت باشین. تشکر. خیر بدین. خیر بدین. سلامت باشین. سلامت باشین. بینندگان عزیز، آمدیم به کنار اجیماما که سعی میکنه از میدم به داخل می چمن و می سبزیا و بالاخره هی قدم میزنم. سعی کنه که این ملک از جنایه یا دیگه کسی کاکا مانده نباشیم. سلامت باشین. هوا شما خوبه؟ فضل خدا. سلامت باشین. کاکا جان این زمینه شما نه؟ نه زمانه. خب اینجا قدم میزدیم. اینجا بیام الان تو میگردیم زمینا رو اجاره داره دیگه کس. خب بله. بسیار خوب. اینجا بیشتر چی کشت میشه؟ اینا کشتی همی آلوخ فلان سبسته و همین جوهری و همین چیزا کشت میشه و ماشا. اینا گندم نیه؟ نه اینا گندم نیه. اینا همین چی میگن دیگه، چی میگن همین به پشتی دن میگه بچی. اونا با میایه؟ ولی اینا با ارزن. اینا ارزن. بسیار خوب. خود شما چه کار میکنین کاکا؟ خود ما ای که
ملک چیزی نداریم؟ نه داریم. دکون داریم. ولی همینجا دیکنه که دارم تایم کنم. خب روز چندی سودا میکنیم؟ معلومه نیه ولی اگه ما حساب کرده باشیم یار پرده ایمو میشه. 3-4 میشه؟ نه کجا 2000 کو میشه؟ نه 2000 نمیشه. به سر خرمن هم سودا میدیم؟ نه سر خرمن نیه کو خرمن. کاکا جان اصلی خواه کجاییم؟ از قوریم. خب چند وقت میشه اینجا آمدیم؟ 6 سال میشه. 6 سال. اینجا برای شما بیتر خوش تیر میشه یا منطقه شما؟ منطقه ما خوب بهتر بود و ما حالا اینجا دیگه مجبوریم منطقه خشک اینجا اومدیم. به اونجا ملک چیزی نداریم؟ با داریم اینجا داریم. خب از اونجا با غلار میفروشیم میاریم پولای دیگه بخش. نداریم نه هیچ نیه اونجا. حالا فعلا هم روزدادای ما میگه یعنی کمی گزاره اینو میشه. خب کاکا چند ساله هستیم؟ 56 ساله. 56. بله. خب نام خدا تکره بمونیم مسافید هم که نشدیم. چند اولاد دارین کاکا؟ اولاد ندارم هیچی ندارم. هیچی؟ بله. ازدواج نکردین؟ بکردیم 2 تا. 2 خانم دارین؟ بیشک. از هر 2 خانم اولاد ندارین؟ نه ندارم پیدا میشه نمیمانه. خدا خیر پیش کنه. تشکر از شما که وقت خود به اختیار ما گذاشتیم. بسیار تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. بیننده‌های عزیز بازم خوش آمدیم به ادامه برنامه در کنار اجی ماما. این که خور معرفی میکنم سعی کنم چه کار میکنم چی کاروبار داریم. مونده نباشیم ماما. سلامت باشیم. اول شما خوبه؟ خوبه جان. سلامت باشیم. زنده باشیم. اسم خود با ما بگیم. ماما شیر احمد مطلقی ناگون. خب چی کاروبار داریم؟ همین کارا دیگونیه دیگه. شفته السرویس نمیدی میخوره گواهی داره میگی. ببین تا جای به کنار کو اشته زمینو سرسبزی داریم. سبز دیگه هست همی اوی همی جو بامرا خدا برو درس میکنه از بند سلمه اینا میکنم. این جو بند سلمه میاد. مثل که جو او یلا کرده. اینا میکنم بعد 2 ماه یک دفعه. خب اینجا بیشتر چی کشت میکنی؟ اینجا گندم جو نمیشه ماش کنجه. خب ملک خود شما نه؟ نه غرفیه. خب اجاره داره؟ بله اجاره داره. چند جریبه؟ این تقریبا 10 جریبه میگه به دستمونه. 10 جریب. خب شما که به دست شما نه چی رقم باز اجاره میده؟ اجاره اینا جریبی 8000 اجاره ساله. ساله 80. خب 10 جریب 10 8000 80000. خب انال همین تا میشه که 80000 هم پول خوربه شو به شما یک چیزی بمونه. یار اگر سال میته بارندگی بیه مثل امسال دیگه میمونه که جل معنی اگر نه هیچی نمیمونه. زمین ان فارغ میته خیلی بمونه. خب خود شما خود ملک نداریم؟ نه به هیچ جا. چند سال هستیم؟ من 62. 62. چند تا عروسی گرفتیم؟ 1. او وقت بیاد شما چند پیشکش شما بود؟ بله. چند بود؟ او وقت این پولا کنه سلام که پولال چند میشه؟ 30000. 30000. غذا عروسی شما چی بود؟ شوربه بود. بیاد شما چند نفر نون دادیم؟ 200 250 تا. 200 250 نفر. جان هم دیگه واسه که فرا بود. راست میگیم. خب با وقت شما موتر بود که گل زنم یا نه موتر نه. چی گل زنم؟ پیاده اگر راه دور بودی یعنی بالا اسب بکدم نگران برادم میام. یعنی خود شما که دوماد بودیم اسب گل زدن؟ نه از ما نزدیک بود به همین پیاده بود. خب باز هم هیچ گل نزدم به نزدیک هم باشه. نه راست میگیم. به نظر شما کاکا او وقت بیتر بود یا حاله؟ دیگه حال که هر چیزی فراغونه. حالا فکر که موتر میگیرم و شهرها و چخ میدم به پارکا میبرم یاد میبرم. البته نیت شما هست که حالا هم دوباره شما اگه باشه کوکاری خور زد بچه شما میگیره باشن باشه تفینیه شما بلد میدم ماما. اون خانم هم جیدی حالا چی بود؟ نه اینقدر تعدیل دیگه خود شما میمونه. خیر باشه دل ما روشنه. ما هم دعا میکنیم که یک خانم دیگه هم خدا به شما بده. خب چند اولاد داریم؟ پسر و دختر؟ پسر یکی دختر 7. نام خدا.
7 دختر که حتما یک دوتا عروس کردیم. 4 تا عروس. 4 تا عروس کردیم. چند پیشکش گرفتیم از دومات خوب؟ بعد 2.5 لک یکی دو تا باز سلا. چرا 3 لک و 2.5 لک فرق که زمان فرق که؟ زمان. خب بسیار خوب. جایزه چیزی هم به می 3 لک بدادیم؟ اشتری خب میشه کردیم. شیرینی خوری کردیم 70,000 میشه 13 تا برا. او کمی فهم شیرینی خوری که به جام شما نه. یعنی جایزه هم بدادیم؟ جایزه هم اشته بیجه اندازه یک فرغونه. فرغون قبول میکنه. راست میگی. کاکا به رقم شما به صحبت ها شما معلوم میشه که خود دومات به درفتری نکردیم شما. خود معلومه دیگه خدا معلومه. ما چون کسی که صحبت کنم میفهمم که چی رقم همی از هم خنده شما از هم پینک با شما معلوم میشه. حتی اگر دومات شما 1 لک پولم کمتر میدادم شما یا نمیداشتم میگفتم مشکل نبود. یکی بیگونی مثلا 100 تا دیگه بیمعنی اسودی. روز 2 دفعه 3 دفعه زنگ ندارم میگم ما طاقت منه میگه خود خبر نگیر. خب من میگم ما به اول بگفتم خب دیگه به می حساب پیشکش شد. همین که به حق اینا خوبی کردیم کاکا. حالا پول مطرح نیه. همین که خوبی کردیم من حالا به شما تماس میگیرم. از شما اول میپرسم درسته؟ خب بسیار تشکر از شما. لطف کردیم. خیر ببینیم. سلامت باشین. مانده نباشیم لالا. مانده نباشیم. شتا هستیم. بخشش باشه مزاین شما هم بشودیم. اسم شریف خود بگید. خب ریگار کجا میبریم؟ ریگار همین خونه بسیار ما دیروز روز جبرخت کردیم. اضافه آمده باز میبریم خونه. خب اینا اضافه آمده. ما باز تاثیرات میکنیم ولی. ما این تاثیرات سمیت کنیم. بله. خب نام خدا فکر کنم همین دیوال تا به او دیواله. بله. خب همین جور کردیم. بله همین خونه جور کردیم. روز جبرخت بود اگه اضافه آمده باز میبریم خونه. خب ایشتنه که این خونه رو حال شما ریخ کردیم. خب بله. این دیوال قدیمیه. دیوال قدیمی است و پشت زیر باز با دیوال دیگه گرفتیم. این پس خراب میکنه. نه این دیوال ما قرار نگرفتیم با پشت زیر با دیوال بگیریم از پشت زیر از پشت داخل سرا دیوال بگیریم بالا خود این دیوال قرار نگرفتیم. دیوال مثلا دیوال ختم کنیم. اشته میشه. دیوال قدیمی آجورا شما و تختا شما ماهوال به امروز می دیوال قدیمیه یعنی نابکاره. اونا لسته کنیم این دیوال که هست ما قرار نگرفتیم دیوال 20 سانتی ما دیوال 50 سانتی از داخل بگیریم بیاریم بالا ختم کنیم. چرا دیوال خونه 50 سانت باشه؟ خب واسه که ما خومیه دیگه خومه که ما شده این تختا رخت نشده ای رخت ما شده دیگه این طرف باز شده این طرف برو سه کنیم دیوال خونه که هست اصلی سقف اینه چون رخته شما 5 سانتی هم بزی بچینیم مشکل نداره. نه نه به این دیوال که هست 20 اینه 30 میشه 50 میشه دیگه. شما کوی بسته 30 پخته شدیم مثلا 20 تا خو چی دیگه. خب گپی نه خراب میکردیم اون میچینیم یا ای که بود آجر بگ داشتیم تخته خودم بگ داشتیم امروز از این دیگه صحیح کفایت میکرد. دیگه ما به خاطر از این گفتیم که باز جنجال خلق میشه دیگه باز این یوا خوب است خب تاثیر معلوم میشه از خب خیر باشه. تشکر از شما خوشحال شدیم. ما این چند تا بیل من بندازم. بسیار خوشحال دیگه میندازیم. گردن و بند باشیم. همین لالا با بونه و بندن باشن کمک میکنه که چند بیل شما کمک کنید. به خیالم شما هم برو رمی که همه چند بیل بگیر برادر ما خیر بینیم.
سلام مانده نباشیم لالا. اول شما خوبه؟ شکر صحتمند هستیم؟ شکر به تو. سلامت باشیم. به خیالم امیت خوب مونده هم بشدیم. آه چیکار کنیم؟ خب این ریگا ایتا میبریم پول میستونیم یا خود شما نسرا؟ یه همسایه کمک خودی میکنیم همسایه ما. شما خود از اون همسایه کمک میکنیم؟ بله. به خرج خود؟ دیگه حالا کار نیه به افغانستان مگه به خرج کار کنیم. راست میگیم. خب معلوم هسته که چاش برای شما چی تیار کردم؟ دیگه شاید یک شوروا گل بگذاشته باشه. شوروا گل. چرا شوروا گل میگم؟ شوروا گل همون مطالعه قدیمه دیگه شوروا گل برینه ما میتونیم. خب مثال میگم اگه امروز چاشمون زحمت میکشیم ریگ آوردیم مونده میشیم برای شما چاش نون دوغ بدم چیکار میشه؟ فرق نمیکنه ما دیگانه ما هرچی پیش آمد خوش آمد. یاری آفرین. متعهلیم یا خونه دار؟ مجرد. مجردیم. چند ساله؟ 20 سال. چند ساله این؟ 20 ساله. حقیقت؟ بله. نمیخوره به شما؟ میخوره. 20 ساله این حقیقت؟ بله. ما گفتم 13 14 خور بدیم برا. خب 20 سال مجردیم. بله. طالب به پیار خو یا اجاقا شما نه؟ اجاقا یاد دارم. با مادر خو یا به پیار خو نگفتین که به فکر نماشیم؟ یکی بود که برای دیگه گفتم من زن نمیکنم به زندگیم تو مجرد میکردم برای خود. آها زن داشتیم؟ بله عاشق بودیم نرسیدیم. یا آفرین. یاری آفرین. لالا راست نخور میبینیم میگن گپ راست ما این بچه خود بپرسیم. راست میگی. فامیل شما بودم؟ بله دختر خاله ما بود. خب خیلی باشه گپی نیه. خب لالا بله بیننده ما خوش دارن که شما یک 4 بیتی بخونیم. 4 بیتی ما بلد نیم اصلا. نون خورده بلدیم؟ بله همین تلقمه بزنم که کیف کنه شما. همین تلقمه میگن. خیر بینیم خوشحال شدیم برار. من خود شما کمک کنم. زنده باشه. فرغون شما رو اینجا گذاشتم برار. ایر بده دست ترجونه و فرغون پر آورداریم. فرغون من فرغون خوب کسی نمیدم. آفرین. دست من خونده جوری. تیار باشیم بخیر باشیم. دوستای خوب بازم به ادامه برنامه خوش آمدیم. به کنار لالا هستیم که خود معرفی میکنم. مونده نباشیم برا. سلام علیکم. خوبیم سلام. شما خوبه؟ با شکر سلامت باشیم. خوبی؟ سلامت باشیم. اسم خودم میشه بگین؟ امرالله. خب پاک شما چیکار شده؟ پا مقعد شده داخل این فرقه همین خونی مونه. خب همونجا گوسفند میشم من بلاکت پامه. خب چند وقت میشه؟ تقریبا 26 سال 27 سال میشه. بابا اینا 26 سال میشه. بله 26 سال میشه. خب چند ساله ایم شما؟ به 40. چه؟ بله 14 15 بدیم دیگه. بله. خب ایتا متوجه نبودیم دیگه همینجا داخل فرقه دیگه هر رقم مهمات و چیزی بودک ولی همونجا گوسفند بیشتر یک دم پامه من بلاکت پامه بپرم دیگه. راست میگیم. ایتا حال اذیت نیم دیگه هستیم دیگه چیکار کنیم؟ کار الله دیگه. چرا نی؟ چه کار میکنین؟ چی مصرفیت داره؟ به صلیب سرخ هم کار میکنم. اونجا وظیفه داره؟ بله کارمند صلیب سرخ. خب چند حقوق داره؟ تقریبا 15,000 میدم. الهی شکر. به می خاطر که معیوب هستیم، به می خاطر همینجا وظیفه دادم شما؟ بله به خاطر همونجا بخش معلولینه. بخش معلولین همونجا هر چه هسته کارمند یا معلوله ما همونجا وظیفه دادم کار میکنیم. چند سال میشه؟ تقریبا 8 سال میشه. 8 سال. بله. گزارش زندگی میشه؟ شکر بله چرا نمیشه؟ بله شکر داره. به این منطقه ملک چیزی هم داره؟ بله. همون تپه که شما زیرم درختا شیشته بودیم اونجا 25 جریب زمین داره. زمین دولتی دیگه اونجا کشاورزی داره کشور. الهی شکر الهی شکر. خود اجاقا و برارا اینا. بله خود اجاقا و برارا اینا کشاورزی داره کش میکنه. خوبه شکر الهی شکر که پریشون نی. دیگه پریشون بود. هستیم دیگه چیکار کنیم دیگه چی بگیم دیگه. باز همین که از زمین ملک به دست شما نه بالاخره گزارش زندگی باشه دیگه. دنیا چی من که ما بله میشه دیگه. اگه زمینا شخصی بود دیگه بازم خوب بود دیگه. زمینا دولتیه.
چیزی برای ما نمیمونه. از این واقعیت بگیم چیزی برای ما نمیمونه. راست میگه مثل مردم قدیم میگم سرچا و گلچا. بله جری به 8000 پوند ما موجود اینا رو اجاره میدیم. چای نیست، سولار نیست. بعد سولا خشک کشور نمیشه، گندم بعد نمیشه. همین رقم دیگه. بازم الهی شکر داریم. شکر. بسیار تشکر از شما. لطف کردیم. خیر ببینیم. سلامت باشین. قربان شما. خوشتم اگه میمون میشید. سلامت باشین. بخدمت. تشکر از شما. خیر ببینیم. سلامت باشین. بخیر باشین. لالا مونده نباشیم. زنده باشیم. سلام. اول شما خوبه؟ شکر زنده باشیم. سلامت باشیم. چی جغ میکردیم تا گری چی داشتی؟ یه چیز جگ میکردیم آهن علبی. بله کسی. نه کار نمکیر میکنیم. بله نمکی. خب از صبح چند ایتال چیزی بخریدیم نخریدیم شته نه؟ واقعا کار کسی نیه. شرخم خیلی شده. ما هرچی ما دیگه طول فعلا دسترف نکردیم. فکر کنم اموک زرخونه نیه که نمکیه. بله نمکی. درسته؟ بله. چند سال نمکی داریم؟ تقریبا 5 سال میشه. بله. 5 سال. بله. روز چند به رو هم بگیر شما میایه؟ میشه روز 150 200 2.5 ساعت حتی روز شده 800 فایده کنه. خب 800 هم بله. شده. بله. خب از صبح تا هیچی نستوندیم. یا خیلی او شده باشه 20 روپیه. 20 روپیه. خب بس این منطقه هست چیزی چون خونه کمتره یک ذره از شهر شما میاییم. اگه به داخل شهر و بازار باشیم بیتر نیه. خوبه نمی تلفن خوبه چون که مشتری خیلی داره اینجا سابقه داره ما. بله. 4-5 سال میشه اینجا ما هستیم مشتری داریم. خب خونه و کجایه؟ خونه من داخل ناگهانه. همینجی؟ بله. خب پس از همسایا جمع میکنیم سایات. خب درس هم بخوندیم؟ درس 9 سال بخوندم. بله. خب چرا ادامه ندادیم؟ نشد دیگه روزگار. به خاطر اقتصاد؟ بله. پشیمون نیم؟ پشیمون که هستیم دیگه چیکار کنم؟ راست میگیم. ازدواج بکنیم؟ نه بله. یک سال بعد اگه بشه بخیر. 1 سال بعد؟ بله. خب بخیر باشه. خوشحال شدیم از دیدن شما. تشکر از شما. شما خودمون. خیر بینیم برادرم. خیر بینیم. سلامت باشید. خب بیننده‌های عزیز برنامه به پایان رسید. ناگزیریم با شما خداحافظی کنیم. تشکری میکنیم از شما که کانال زیبایی‌های افغانستان همیشه حمایت میکنیم. بیشتر حمایت کنیم دوستا که ما انرژی بگیریم جای بیتری جای دورتر بریم به خدمت شما تقدیم کنیم یک برنامه. تا به فردا شب که کجا نصیب و قسمت باشه شما رو به الله پاک نازنین میسپاریم. وقت زیبای شما بخیر باشه. خدا نگهدار شما. بخیر باشین.